محضر گرامی برادر عزیزتر از جان، نور دیده و قوه قلب امت اسلامی و افتخار همه سرزمین مردخیز و مجاهد پرور افغانستان، خصوصا افتخار ملت با فرهنگ، عالم دوست، دین دوست و مجاهد پرور هرات باستانی، برادر عزیزمان جناب شیخ صاحب فضل الرحمن انصاری و شما ملت نجیب و با دیانت و قابل افتخار هرات باستان، پدران، مادران و خواهرانی که صدا را وسیلتا مشنوید، سلام ما و سلام برخاسته از ژرفای دل و پر از صمیمیت ملت عزیز تخار باستان را پذیرا شوید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ما رفتیم باغ جنت به دیدن محمد، ما مصطفی ندیدیم، بوی خوشش شنیدیم. ای وای و صدوای که من در حال در این منبر مبارزه و در این منبر دفاع از حق و در این منبر فدا شدن در مسیر حق سبحانه و تعالی می نشینم که حضرت مولانای شهید حضرت مولانای عزیزمان تقبله الله را در کنار خود نداریم. این از کمال محرومیت من و همراهان من است. درود و سلام بر روح مبارک و میمون اون عزیز دل و اون یار گذشته ما، اون نماد شجاعت، اون نماد مردانگی و اون نماد دعوت و اون شهید راه محراب و منبر و همراهان عزیزشان. درود و سلام خدمت تک تک برادران و پدران عزیز. درود و سلام بر مادر مسلمان و مؤمن هرات باستان که در آغوش گرم و صمیمیش مجاهدین چون شما را پرورانیده است. من حالت عجیبی را اینجا احساس میکنم. الله شاهد است. وقتی به سوی مسجد جامع گازرگاه شریف نزدیکتر می شدیم، حس نبود مولانای شهیدمان رحمت الله علیه حالت ما و همراهانمان را دگرگون میکرد. هزارها نفرین بر اون دشمنان سنگدل و بر اون دشمنان بزدل که این فاجعه المناک و فراموش ناشدنی را در تاریخ معاصر جهان بشریت رقم زدند و مولانای ما را از ما گرفتند.
بعد از این همه صحبت، سخنان ارزشمند و پرمحتوای جناب شیخ صاحب حفظه الله تعالی و رعاه، دیگر فکر میکنم صحبت کردن چون من صحبتهای پراگنده و متشتت از آدرس طلبه چون من تحصیل حاصل است. اما من فقط آمدم تا وجود خود را در کنار مردم دلیر و مردم شجاع و با غیرت و دین دوست هرات عزیزمان ثابت بسازیم. فاجعه اخیره که هرات باستان را تکان داد و تعداد زیادی از عزیزان دل و نور دیدگانمان، برادران و خواهرانمان، اطفال معصوممان را بلعید و گرفت. قطعا این فاجعه دردناکی بود که ما درد شما عزیزان را عیناً حس می‌کنیم و در کنار شما جانن و مالن ان شاء الله که هستیم و خواهیم بود. از بارگاه الله سبحانه و تعالی برای شهدایی که در این فاجعه بزرگ زلزله شهید شدند و جام شهادت نوشیدن بهشت برین و برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگانشان صبر جمیل استدعا میکنیم.